ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتاری 77. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. عبدالله خواجه باز به سخن دوام کرد. اگر حقیقتاً این گونه هوس داشته باشید، از من به شما نصیحتی عاقلانه همین است که این سودا را از سر خود دور کنید. برای شاعر شدن بسیار چیزها را دانستن و به استادان این پیشه چندین سال خدمت کردن لازم است. شما که هنوز قدتان از زمین نخیسته است، از پی این هوس گشتنتان بسیار نامناسب است. اما عبدالله خواجه شاید برای فهمیدن درجه تأثیری سخنش باشد، به حیرت باز سوال داد. مگر همین طور نیست دادر؟ احتمال همین طور باشد، گفت حیرت. البته همین طور است، گویان عبدالله خواجه به سواری خود جواب قطعی داد و علاوه کرد. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. گفتند که بسیار درست است. با همین صحبت تمام شد. باز مجلس رنگی مجلسی مردگان را گرفت. نه من و نه حیرت به آش دست دراز نکردیم. به خوراک تکلیف کنی از جان بیزار کننده اصلان خواجه هم به ما تأثیر نکرد. با غنداشته شدن دسترخوان ما از آن خانه برآمدیم. حیرت همراه من راست به حجره من آمد و قلم و کاغذ را در دست گرفته در بدیهه در حق عبدالله خواجه یک هجویه 50 بیتی نوشت که چند بیتی اولهای آن هجویه را به طرز نمونه در اینجا نشان دادن مناسب نمود. ای هر خمی دستاری تو بازاری کلاوه، ریشی تو به بازاری کلاوه است علاوه، رخساری تو یک شیطه زمینی است پر از زه، بینی تو در زهکش آن قطعه چناوه، سر همچو کدو خاریو از هرزه دهان پور، قامت چو شتور نوچهو اشکم چو کجاوه، یا قامتی طولانی تو چوبه بیرق، دستار بران چون یلوی بیرق کاوه، در گوشه چشمانی تو چیرکابه حمام، در تیشوکی بینی تو لایابه ناوه، اطواری تو چون وحشیو اندامی تو منفور، کرداری تو بی معنی و گفتاری تو یاوه. حیرت این شعر را تمام کرده پاک نویسی نموده در همان ساعت برده به اصلان خواجه داده گفت این شعری شکریه است
و مقابل مهمانداری برادرتان. اصلان خواجه که از حرکت برادرش دلتنگ و غمگین شده نشسته بود، این شعر را به صفت انتقامگیری خودش زود برده به او داده است. عبدالله خواجه با دیدن این هجویه سری کلاوه خود را گم کرده و دادرش با التماس و التجا چسبیده است که چاره‌ای بیند تا که این شعر در شهر پهن نشود، وگرنه او رسوای جهان خواهد شد. فکری عبدالله خواجه در این باره درست بود، چون که در آن وقتها به سبب نبودن مطبوعات در بخارا شعر جدی به زودی پهن نشود، هم شعر هجوی خواه به مزه باشد خواه بی مزه، دست به دست و دهن به دهن، از کوچه ها و سماوار خانه ها گرفته تا مهمان خانه ها در یک دو روز همه جای شهر را گردش کرده می برآمد. اما اصلان خواجه در اولی کار به برادرش هیچ راهی چاره و تدبیر را نشان نداده است. وقتی که التماس و التجای او و گریه و زاری بدل یافته است، اصلان خواجه به او مصلحت داده است که به من، به نویسنده این سطرها مراجعت کند. من که دوستی نزدیک حیرت می باشم، شاید به او تأثیر کرده آن شعر را از پهن شدن به شهر باز دارم. فردای آن روز پگاهانی، هنوز آفتاب نبرآمده، عبدالله خواجه به حجره من آمد. این منظره بسیار عجیب بود. بزرگواری که به سلام بزرگواران شهر جواب نمیداد و خودش را از پدرش هم کلانتر میدانست، با یک ملا بچه پایلوچ صحرایی گریه کنان زاری می کرد که علاج کاری او را کند. من دیدم که به یگان وعده دادن از دست او خلاص شدن ممکن نیست. وعده قطعی دادم که آن شعر را از پهن شدن باز دارم. حیرت هم که به صفت شاعری مشهور شدن خود را نمی خواست، نسخه آن شعر را غیر از من به کسی دیگری نداد. با همین عبدالله خواجه با من آشنا شدمان و به هر دیدن معامله حقیرانش را از من دریغ نمی داشت. حتی به من با عنوانهای پور دیده و تجربه کار خطاب کرده در بعضی کارهایش فکر می پرسید، اما به دیگران مانندی پیشترش عظمت و کلانگیریش را فروختن می گرفت. دوستی دو کلانگیر. عبدالله خواجه که همیشه در کوچه ها تنها می گشت و هیچ کس او را در راه همراه کسی ندیده بود، در وقتهای آخر یک رفیقی از خود جدا نشدنی یافت. این آدم خویش من، پسری استاعمک، پروردگار خواجه بود که خوانندگان با وی در قسم یکمی یادداشت‌ها شناسایی پیدا کردند. سید اکبر خواجه که به سبب کلانگریش از مردم پروردگار خواجه لقب یافته بود، اولها به آخوند بخارا عارف خان کفش برداری می کرد. بعد از وفات آخوند مذکور به زندگانی مستقلانه گذشته، در نمود ظاهریش هم خیلی بزرگواری پیدا کرده بود. قدی او میانه باشد هم خیمچه و راست، رویش پر آبیله باشد هم دایم تر و تازه، چشمش تنگ تر باشد هم همیشه با نگاه پر دقتانه پور، لبش کج باشد هم هر وقت به تبسم شفقت آمیز مایل بوده، ریشش میانه و میگون تاب باشد هم از بسیاری صابونشویی و شانه‌زنی تار تار از هم جدا شده، چون لاسی ابریشم یک نوع تابندگی به خود مخصوص داشت. کفش و محسی، سله و جامه او تازه و بی غبار بوده،
کمرچه های جامه روی پوشیش را که دو توف سفید ابریشمی در دو نوگ آنها پیوند یافته بودند به طرز بسته می ماند که توفها بر سر سینه‌اش به نظر بیننده جلوه کرده می ایستادند. سله او کلان باشد هم برخلاف سله عبدالله خواجه سفته بسته شده بود. سینی پروردگار خواجه هنوز از 30 نگذشته باشد هم در کوچه‌گردی هایش به دست عصای می گرفت که قدش از قامت خودش 4 انگشت بلندی داشت. او در راه رفتن برعکس عبدالله خواجه بسیار با آهستگی وزنینانه قدم می پرتافت و برخلاف عبدالله خواجه به سلام دهندگان مهربانانه معامله می کرد. او به سلام دهنده به قدری ثانیه از راه باز ایستاده دقتکارانه و تبسم آمیز نگاهی کرده، پس از آن با صدای بسیار پست به سلام وی جواب می گرداند و اگر سلام دهنده سزاوار التفات مخصوصی باشد بعد از جواب سلام وی سلامت هستید می هم گفته می ماند. سید اکبر خواجه در کوچه عموماً خود را چنان نشان دادن می خواست که او پیری سال خورده 80 ساله پردیده است و همه کسانی که در کوچه به او دچار می آیند به اندازه کلانی و خردی سن و سالشان فرزندان، نبیرگان و ابیرگان او می باشند. او گویا از کمال پیری اولاد خود را نمی شناسد. کدامی از آنها که به او سلام دهد با دقت بسیار به زور می شناسد و به قدر قوه جسمانیش به وی التفات هم می کند. یعنی به آدم ها نگاه کردنش و پیش سلام نشودنش از جهت بی مروتی و بی شفقتی نبوده، بلکه از جهت پیری و به سبب نشناخته ماندنش می باشد. وگرنه او با همه اصیل زادگی، با همه علم و فضلی که دارد و با همه کلانی سالش به آدمان مهربان و شفقتکار می باشد. پروردگار خواجه هم پیش از دوست شدن با عبدالله خواجه در کوچه ها تنها می گشت و او را هم کسی در کوچه با کسی همراه ندیده بود. وقتی که این دو کلانگیر با هم دوست شدند، دقتکاران پی بردند که آنها با هم سازش کرده برای پایدار داشتن دوستی بین خود بعض خصلت‌های مخصوص خودشان را به یکدیگر گذشت کردند. چنانچه هر کدام اینها که از همه شریفتر، از همه فاضل و عالمتر و از همه بزرگوارتر بودند، در کوچه ها و عموماً در پیش آدم ها بر یکدیگر کلانگیری نمی کنند و عظمت نمی فروشند. در کوچه ها از یکدیگر پیش نمی گذرند و در مجلس ها از یکدیگر بالا نمی نشینند و مانند اینها. خصلت در کوچه ها تیزگردی عبدالله خواجه نظر به عقیده پروردگار خواجه مخالف بزرگواری بود. بنابراین عبدالله خواجه این خصلت خود را به خاطر دوستش پرتافته مانند او با تمکینانه قدم می پرتافتگی شد. اینچنین خصلتی به سلام دهندگان شفقتکارانه معامله کرده با جواب سلام آنها را سرافراز کردنی پروردگار خواجه عبدالله خواجه ضد شرافت و عاریگی نسب دریافت. بنابراین سید اکبر خواجه این خصلت خود را برای خاطرخواهی دوست خود ترک کرد. اما درباره عصای سید اکبر خواجه چند روز در بین این دو دوست مناقشه دوام کرد. عبدالله خواجه عصای رفیقش را نپسندید. این علامتی شیخی و خانقاه نشین است و حالان که من شیخها را بد می بینم. من شاعر، فیلسوف و حکیم می باشم. بنابراین عصا به دست گرفته گشتن را نمی خواهم.
اما در حالت بی عصا بودن من شما عصا به دست در پهلوی من باشید. مردم نادان شما را شیخ گمان کرده از من بزرگوارتر می شمارند. این کار به عزت نفسی من خلل می رساند. پروردگار خوجه باشد ترک کردن عصا را هیچ به گردن نگرفت و به رفیق خود گفت: شما یک قامت بلندی بر هوای دارید که اگر من بی عصا در پهلوی شما گردم، مردم ظاهر بین جسد خردی مرا در پیش قامتی شتر مانندی شما دیده مرا یا شاگردی شما و یا اینکه دادری شما گمان می کنند. این کار را هیچگاه شرف ذاتی من نمی بردارد. بعد از چند روزی با هم مذاکره کرده گشتن، آخر راهی حل این مسئله به نظر حل ناشدنی را عبدالله خواجه یافت. به خاطر او رسید که احمد کله به سبب خود را دانشمند، حکیم و فیلسوف شمردن در دست خود عصای روسی پلکه گرفته می گردد. من که در دانش، در حکمت و فلسفه از او چند درجه پیش دست می باشم، چرا به دست خود عصای روسی نگیرم؟ اگر یک عصای خوش شکلی مارگردن یافته گیرم که به خاطر بینندگان اساسی اژدها شونده موسی پیغمبر را رساند، عظمت و بزرگواری من باز چند می افزاید. عبدالله خواجه چون این فکری سازشگرانه خود را به سید اکبر خواجه گفت، به او هم معقول شد. بنابراین هر دو قرار دادند که هرگاه به کوچه برآیند، عبدالله خواجه با عصای روسی و پروردگار خوجه با عصای درازی، اما هر کدام آنها در دل خود به عصای خود نسبت به عصای رفیقش فضیلت می دید و خرسندی می کرد که خیریت رفیقش به این فضیلت پی نبرده است، وگرنه سازش به میان نمی آمد. عبدالله خواجه در دل خود می گفت: شعر، حکمت و فلسفه از فضیلت‌هایی اند که نام آدم را ابدی زنده می دارند. نام سعدی، حافظ، جامی و ابو علی سینا بر این شاعران، فیلسوفان و حکیمان را مردم تا حال با حرمت یاد می کنند. دور نرویم، احمدی کله با همه ناتمامی شعرش و نقصان حکمت و فلسفهش، با وجود این که وی به بیدینی شهرت یافته است، کلان و خرد او را حرمت می کنند و حاکمان از وی می ترسند. این فضیلت او به عامه از کجا معلوم شد؟ از همین عصای روسی مارگردن. هرچی این صحرایی نادان پروردگار خوجه همین فضیلت عصای مرا نفهمید، وگرنه این یک راه هیچ راضی نمی شد که من این عصا را به دست گرفته همراهی او به کوچه برایم. سید اکبر خواجه درباره فضیلت عصایش در دل خود می گفت: این عصا به بالای این که کهنسالی سزاوار حرمت بودن مرا می فهماند، این چونین یک شیخ خانقاه نشین بودنم را هم به عامه اعلان می کند. حرمتی که از نام شیخی به آدم نصیب می گردد یک حلوای بیدود است. شیخی در زمان ما فضیلتی است که نه تنها سزاوار حرمت، حتی لایق پرستیشی عامه گردیده است. 4 ملای پایلوچی فیلسوف تراش شیخ ها را حرمت نکنند هیچ ضرر ندارد. آخر حکومتداران که حکیم و فیلسوف را بد می بینند، به شیخ ها بندوار اظهار اخلاص می نمایند. این عصای دراز انا همین فضیلت شیخی را به من بسته مرا سزاوار حرمت عامه، حتی حکومتداران می گرداند. خیریت این درازی کم عقل عبدالله خواجه از احمقی این فضیلت عصای مرا پی نبرد، وگرنه در این باره با وی سازش کردن دشوار بود و من مجبور می شدم که مانندی پیشتره به تنهاگردی خود دوام کنم.
در کوچه ها با هم گشتن این دو دوستی کلانگیر بسیار تماشا داشت. هر دو در پهلوی همدیگر قدمهاشان را چنان برابر برداشته برابر به زمین می گذاشتند که اگر وزنینانه قدم ماندن آنها نمی بود و در تنشان لباسهای نظامی می بود، بیننده آنها را دو سربازی نظامی بسیار مشقیده گمان می کرد. اگر در راه از پیش یکی از اینها مانعی برآمده به باز ایستادن مجبور کند، در حال آن دیگر هم مانند سایه رفیق خود برابر وی باز می ایستاد و هرگاه که آن مانع برطرف شده آن رفیق به راه درآید، آن دیگر هم سایه‌وار برابر قدم می گذاشت. اما وقتی که در کوچه از پیش راهشان عرابه برآید، آن دو دوست به دشواری دچار می شدند، زیرا از یک طرف کوچه های شهر بخارا تنگ باشند، از طرف دیگر عرابه های محلی که برای بارکشانی در آن کوچه ها ساخته شده بودند بسیار سیربر بودند، به حدی که در وقت حرکت هر دو گوبچک آنها به هر دو کنار کوچه قریب می رسیدند. بنابراین مردم بخارا به آن عرابه ها قالب کوچه لقب داده بودند. در این صورت این دو دوست در پهلوی هم برابر قدم گذاشته از یک طرف آن عرابه قالب کوچه گذشتن نمی توانستند. پس و پیش شده گذشتن باشد شأن یکی از آنها را شکسته و برهم خوردن یک شرط اساسی دوستی و با این واسطه به برهم خوردن خود دوستی سبب می شد. اما آن دوستان دشوار هم باشد حل آن مسئله را یافتند. نظر به سازشی که در این مورد بین خود کردند، هر دوی آنها در رو بروی عرابه برابر از هم جدا شده و برابر قدم پرتافته هر کدامشان از یک طرف عرابه می گذشتند و بعد از گذشتن مانند آبی روانی که در پیش یک خشکی بلند به دو جدا شده بعد از گذشتن از آن بلندی هر دو قسم باز با هم پیوسته روان می شود، اینها هم برابر آمده هم پهلوی یکدیگر شده کوچه‌گردی خود را دوام می دادند. خلاصه این دو دوستی کلانگیر شرطهای سازشی بین خودهاشان را چنان با احتیاط و پرره رعایت می کردند که هیچ کدامشان به صداقت آن دیگر شبهه‌ای نمی کرد و هر دو هم کوشش جدی می کردند که شبهه خلاف دوستی به وجود نیاید، چون که تنها گردی به دل هر دویشان هم زده بود. در شهر کسی یافت نمی شد که به یکی از آنها خردوار اطاعتکارانه همراهی کند و هیچ کدام آنها هم یگان کس را همراه شایسته‌ای برابر حقوق نمی دانستند. بنابراین این دوستی که محض برای خلاص کردن هر دوی اینها از تنهاگردی از طرف خدا به آنها داده شده بود، یک نعمتی بی‌منت بود. این نعمت را با هر گونه فداکاری طرفین که به شأن و شرفی هیچ کدام آنها خلل نرساند نگاهداری کردن در کار بود و نگاهداری می کردند. دوستی و رفاقت عبدالله خواجه و پروردگار خوجه 1 سال زیادتر دوام کرد. اما روزی در شهر یک باره آوازه شد که در بین آن دو دوست اختلاف افتاده از هم جدا شده. این آوازه بسیار دیر نکشیده از یکگردی آنها به زودی تصدیق یافت. سید اکبر خواجه مانند وقتهای تنهاگردی پیشترش در کوچه ها وزنینانه گردیده از سلام دهندگان جواب التفات کارانه و تبسمی شفقت آمیزانه اش را که به خاطر دوستش در وقتهای رفاقتی وی ترک کرده بود
دریغ نمی داشت. عبدالله خواجه هم مانندی پیشتره در کوچه ها دویده می گشت و به هیچ کس نگاه نمی کرد. اما فرق وی از زمانی تنها گردی پیشترش در این بود که در دست عصای روسی گرفته می گشت. البته او این عصا را به صفت یک یادگاری از آن دوستی برهم خورده نمی گرفت، بلکه این را برای همین از دست خود نمی پرتافت که وی شاعری، حکیمی و فیلسوفی او را به مردم اعلان می کرد. چون مردم این دوستان سابق را تنها و با خصلتی مخصوصی پیشتره اشان دیدند، در هیچ کس شبهه‌ای نماند که در بین آنها جدایی سختی افتاده است. اما هیچ کس سبب این جدایی را نمی دانست و هر کس همین قدر را می دانست که هر دوی آنها دوستانه با هم به چارجوی برای سیاحت سفر کردند و از آنجا جدا جدا برگشته آمدند. من کنجکاو بی فهمیدنی سبب این جدایی آرام گرفته نمی توانستم. بنابراین روزی به خویش خود پروردگار خواجه واخورده سبب این جدایی را از وی پرسیدم. وی بعد از ثانیه‌ای به من با دقت نگریسته ایستاده مرا با تبسمی مهربانانش سرشار کردن: خویشم، تو هنوز خردسال می باشی. در پی کنجکاوی احوال کلانان نگرد، این خاصیت ندارد. کنجکاوی کلانان عمری دراز نمی بیند. تو در پی از خود کردنی درس خود و دعاگیری از کلانان گرد. برای تو همین کار فایده ناکتر است. گویان درباره سبب جدایی قطعیاً لب نکشاد. بعد از آن من در این باره به عبدالله خواجه مراجعت کردم، زیرا او از خوفی از طرف من پهن کرده شدنی شعری هجویه و خصوصا در این وقت که ممکن بود من آن شعری منحوس را به دوستی سابق و دشمنی حاضرش پروردگار خواجه دهم، مرا بسیار حرمت می کرد و به خوشنود کردن من می کوشید. در حقیقت هم مراجعتم به او برای من پرنتیجه برآمد و او سبب جدایی را با تفصیل گفته داد. خویشتان، مانند شما آدمی راست قبل نبوده است، گفت او، و آدمی دروندار، بدطینت، سیاه باطین بوده است. من و او دو دوستان به چارجوی سفر کردیم. در آنجا بعد از زیارتی قدمگاه شاهی مردان مرتضی علی درباره به پیش حاکمی ولایت در آمدن در میانه خود دوستانه قرار دادیم، چون که ملاها به هر ولایت با کدام بهانه که روند حاکمی آنجا را ندیده نمی گردند و حاکم هم به آنها خرج راه و هدیه های دیگر می دهد. شما گفتار 77 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.